تصور کنید تو بازار شلوغ یک شهر باستانی هستین. اطرافتون پر از سر و صدا و هیجانه و مردم در حال داد و ستد کالاهای مختلف هستن. ولی اونا چطوری میتونن ارزش 1 کیلو گندم رو با یه ظرف عسل مقایسه کنن؟ اون موقع پول به شکل امروزی وجود نداشته و آدم‌ها برای مبادله کالاها از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردن. ولی با گذشت زمان نیاز به یک وسیله مبادله جهانی احساس شد و به این ترتیب پول به وجود اومد. تا حالا به این فکر کردین که چرا یک تکه کاغذ یا یک عدد دیجیتالی میتونه ارزش یک خونه یا یک ماشین رو داشته باشه؟ یا چه چیزی باعث میشه که ما به این قطعات کوچیک یا فلزی اعتماد کنیم و زندگیمون رو به اونها بسازیم؟ میخوایم با همدیگه به دنیای شگفت‌انگیز پول سفر کنیم و ببینیم چطور این پدیده جذاب از گذشته تا به امروز متحول شده. شاید قبول این موضوع سخت باشه، ولی پول اغلب به خودی خودش هیچ ارزش ذاتی نداره. در عوض باید بهش به عنوان یک چیزی نگاه کرد که مردم بهش ارزش دادن. به این ترتیب میتونید اون رو با کالاها و خدمات مبادله بکنید. بعضی پولها مثل سکه‌های فلزی به خاطر جنسشون ارزش واقعی دارن، ولی ارزهای رایج امروزی که بهشون فیات یا پول بی پشتوانه میگن بیشتر به صورت اسکناس عرضه میشن. اگرچه کاغذ استفاده برای چاپشون خاصه، ولی همچنان نمیشه ارزش خاصی براشون قائل شد. قبل از اینکه پول اختراع بشه، مردم کالا و خدماتشون رو با هم مبادله میکردن. یعنی اگه شما از کسی کالایی میگرفتید، در مقابل محصول یا خدماتی بهش ارائه میدادین. ولی حدود 5000 سال پیش مردم بین النهرین یه چیزی به اسم شکل رو اختراع کردن و تاریخ نگارها میگن که اولین شکل شناخته شده ارز بوده. سکه‌های طلا و نقره هم حدود 2600 سال پیش استفاده می‌شدن. بعضی از تاریخ‌دان‌ها میگن که اولین استفاده از سکه‌های فلزی به حدود 1250 سال قبل از میلاد برمیگرده. زمانی که پول به شکل امروزی فیات یا حتی اولین شکلش وجود نداشت، مردم همه چیز رو با هم مبادله می‌کردن. ممکن بود مثلا یک کشاورز به ازای سبزیجاتش از یک دامدار گوشت بگیره. یا مثلا یک کس دیگه ممکن بود مثلا توی دوران بردهداری با دادن نیروی کار به یک دامدار ازش گوشت بگیره. این معامله اولین قسمت‌های سازنده اقتصاد مدرن امروزی ما بودن و تکاملشون ما را به پول بی پشتوانه یا فیات کارنسی امروز رسونده. همین روند ادامه پیدا میکنه و آینده پول رو رقم میزنه که به نظر میرسه به سمت رمز ارزهای غیر متمرکز میره. مبادله کالا با کالا حدود 8000 سال پیش شروع شدن، وقتی که قبایل ساکن بین النهرین تلاش کردن این مفهوم رو به فنیقی ها معرفی کنن. اون موقع که هنوز پول مخصوصاً به شکل امروزی فیات نبوده، اونا کالا رو با هم مبادله میکردن تا نیازشون رو برطرف بکنن. مثلا چای، نمک، اسلحه و انواع غذا بینشون داد و ستد میشده. با گذشت زمان سیستم مبادله کالا با کالا یا خدمات هم تو مقایسه با شکل اولیش پیشرفت کرد. با وجود این بهبود، مردم هنوز برای هزاران سال از پول فیات امروزی یا حتی شکل‌های اولیش محروم بودن و با داد و ستد زندگی می‌کردن. بعد از این مدتی سکه‌ها شروع به ظهور کردن. تحقیقات تاریخ‌شناسان نشون میده که اولین استفاده از پول فلزی توسط مردم چین حدود 3000 سال پیش اتفاق افتاده. این نوع پول در قالب سکه از قطعات مهر شده فلزهای ارزشمندی مثل برنز و مس ساخته میشد. یه نگاه به تاریخ نشون میده که یونانیان باستان هم حدود 2650 سال قبل از نوعی پول فلزی شبیه سکه‌های امروزی استفاده میکردن. اون زمان هنوز پول فیات یا بی پشتوانه معنی نداشته. مشابه سیستم مبادله‌ای این روش هم کم کم تکامل پیدا کرد و نقره و طلا بسازن. ظهور سکه‌های فلزی رو باید یه نقطه عطف تو تاریخ پول به حساب آورد، طوری که تکاملش طی زمان ما رو به استفاده ارز فیات جوامع امروزی رسونده.
مزیت اصلی پول فلزی تو قالب سکه این بود که مردم میتونستن پرداخت رو بر اساس شمارش سکه ها انجام بدن و نه وزنشون. توی طول تاریخ تو نواحی مختلف جهان انواع مختلفی از سکه ها به عنوان پول استفاده شدن. حدود 2500 سال پیش یکی از اولین سری سکه های رسمی تولید شد که با مهر خدایان و امپراتورها اصالتشون تایید میشد. جالبه که بدونی که سال 800 میلادی شارلمانی یعنی اولین امپراتور غرب پس از فروپاشی امپراتور روم غربی دستور ضرب سکه های نقره رو صادر کرد. این پول تا حدود 1200 میلادی استاندارد اروپای غربی بود. اون موقع‌ها پول به شکل فیات یا به معنای پول بی پشتوانه که امروز میشناسیم وجود نداشت. تا اواسط قرن 13 شیلینگ و پوند به منظور توصیف مقادیر بیشتر از پنی به طور گسترده استفاده شدن. تولد شکل‌های بزرگتر پول قسمت مهم از تاریخچه پول و ارز رو تشکیل میده. در سالهای 700 تا 800 میلادی اولین شکل پول کاغذی توی چین ایجاد شد، ولی مدت زیادی طول کشید تا این نوع پول در سراسر دنیا رایج بشه. چین اولین کشوری بود که از پول کاغذی استفاده میکرد، ولی این سیستم فقط تا سال 1455 ادامه داشت. بعد از اون سکه‌های فلزی دوباره به شکل محبوب پول در چین تبدیل شدند. پول کاغذی سبکتر بود و تجارت بین‌المللی رو تسهیل میکرد، ولی هم دستاوردها و هم مشکلات خاص خودشو داشت. از جمله معایبش بی‌اعتمادی و جنگ‌های ارزی بود و از جمله مزایاش توانایی تجارت در مکان‌های جدید برای کالاهای تازه بود. در سال 1816 توی کشور انگلستان طلا به عنوان معیار ارزش‌گذاری انتخاب شد. اون موقع پول کاغذی رایج بود، ولی شکل متفاوت از ارز فیات یا پول بی پشتوانه امروزی. توی استاندارد طلا هر اسکناس مقدار مشخصی طلا را نشون میداد. پس فقط میشد تعداد محدودی اسکناس چاپ کرد. این روند به پول‌های بدون پشتوانه قبلی یکم ارزش داد و اونا رو باثبات‌تر کرد. تا قبل از سال 1900 میلادی ایالات متحده هم شروع به استفاده از همین سیستم کرد. تو این دوران بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال رزرو که الان شاهد تأثیرات گسترده تصمیماتش روی تمام بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستیم به وجود اومد. با ورود به دهه 1930 به خاطر رکود و کاهش ارزش طلا این سیستم پول کنار گذاشته شد. با این حال تا چند دهه طلا همچنان حضوری هرچند ضعیف توی اقتصاد آمریکا داشت. حالا تصور کنید میخواید یک شیشه شیر بخرید. شما به فروشگاه میرید، شیر رو انتخاب میکنید و در قبال اون چند اسکناس به فروشنده میدید. این معامله ساده و در واقع یک تعامل پیچیده با یک سیستم پولیه که به اون پول فیات میگیم. اما پول فیات چیه و در واقع اصلا چطور کار میکنه؟ به زبان ساده، ارز فیات یا فیات کارنسی پول رایج قانونیه که ارزشش به جای نشأت گرفتن از متریال برای ساخت توسط دولت صادر کننده تعیین میشه. این توانمندی دولته که ارزش پول فیات خودش رو تعیین کنه. بیشتر کشورهای جهان از سیستم ارزی فیات برای خرید کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز استفاده میکنن. پول بدون پشتوانه یا همون فیات از قرنها پیش جایگزین طلا و دیگر سیستم‌های پرداختی مبتنی بر کالا شده. پول فیات به دو دلیل میتونه ارزش داشته باشه. یا دولت صادر کننده ارزش اون رو حفظ میکنه یا طرفین تراکنش بر سر میزان ارزشش به توافق میرسن. تو طول تاریخ دولت‌ها با استفاده از کالاهای ارزشمند مثل طلا و نقره سکه می‌ساختن یا پولی که امکان تبدیل اون به یک کالای ارزشمند وجود داشت رو چاپ می‌کردن. ولی ارز فیات قابل تبدیل نیست. کلمه فیات تو زبان لاتین به معنای عبارت دستوری اینگونه خواهد بود یا بگذارید انجام بشه ترجمه میشه. از اونجایی که پول فیات پشتوانه فیزیکی نداره، با خطر کاهش ارزش به خاطر تورم مواجهه. حتی ممکنه در صورت رخ دادن ابرتورم ارزش خودش رو به طور کامل از دست بده. اگه مردم ارز ملی کشور رو قبول نداشته باشن، ارزشش از بین میره. ولی پولی که پشتوانش طلا باشه، ارزش ذاتی داره. چون در بازار تقاضا برای طلا تو صنایعی مثل جواهرات، تزیینات، تولید وسایل الکترونیک، رایانه‌ها و وسایل نقلیه و هوافضا وجود داره.
قدرت دولت که ارز فیات رو صادر میکنه مهمترین عامل ارزش این پوله، مثل دلار آمریکا. بیشتر کشورهای جهان از فیات برای خرید کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز استفاده میکنن. سیستم فیات با ایجاد ارزش برای پول قانونی یا لگال تندر جایگزین استاندارد طلا و سیستم‌های دیگه‌ای شد که به کالا وابسته بودن. یعنی چی؟ فرض کنید توی یک کشور همه پولایی که مردم استفاده میکنن باید به مقدار مشخصی طلا توی بانک مرکزی پشتیبانی بشه. اگر یکی یه اسکناس $100 داشته باشه میتونه بره بانک مرکزی و معادل این مقدار طلا بگیره. این سیستم به استاندارد طلا معروفه. اما تو سیستم فیات ارزش پول دیگه به هیچ کالای خاصی مثل طلا وابسته نیست. اینجا دولت تصمیم میگیره که اسکناس $100 چقدر ارزش داشته باشه. شما نمیتونید برید بانک و ازشون درخواست طلا برای اسکناستون بکنید، چون این اسکناس فقط بر اساس اعتبار و اعتماد به دولت ارزش داره، نه بر اساس پشتیبانی یک کالا. به خاطر همین بهش میگم پول قانونی. ارز فیات یا فیات کارنسی که بهش پول بی پشتوانه یا حکمی هم میگن، پولیه که ارزش ذاتی نداره و از اقدامات دولتی برای چاپ و تکثیرش استفاده شده. از پول بی پشتوانه به عنوان جایگزین پول پرداختی برای کالاها استفاده میشه. دلار آمریکا، پوند انگلستان و ریال ایران همگی نوعی ارز فیات محسوب میشن. از سالها قبل از ظهور بازار ارز دیجیتال این نوع پول وجود داشته. پول فیات قرنها پیش تو کشور چین به وجود اومد. استان سیچوان در قرن 11 میلادی شروع به صدور پول کاغذی کرد. اوایل امکان تبدیل این پول کاغذی به ابریشم، طلا یا نقره وجود داشت، ولی در نهایت با به قدرت رسیدن کوبلای خان در قرن 13 میلادی یه سیستم ارز فیات شکل گرفت. مورخان ادعا میکنن که این سیستم پولی در سقوط امپراتوری مغول نقش اساسی داشته و هزینه‌های بیش از اندازه و ابرتورم ریشه اصلی مشکلاتش بودن. در قرن 17 میلادی پول فیات در اروپا توسط کشورهای اسپانیا، سوئد و هلند استفاده شد. البته سیستم فیات در کشور سوئد شکست خورد و دولت مجبور شد اونو کنار بذاره و از استاندارد نقره استفاده بکنه. در طول 2 قرن بعدی فرانسه نو در کانادا، مستعمرات آمریکا و بعدش دولت فدرال ایالات متحده از ارز فیات استفاده کردن و نتایج مختلفی به دست آوردن. با رسیدن قرن 20 میلادی، آمریکا دوباره استفاده از ارز کالامحور رو شروع کرد، ولی این بار به صورت محدودتر. تو سال 1933 دولت امکان تبدیل پول کاغذی به طلا رو از بین برد، چون با وجود سالها استفاده از استاندارد طلا، این فلز گرانبها کم کم در حال از دست دادن ارزش خودش بود. سال 1972 دوران ریاست جمهوری نیکسون، ایالات متحده استاندارد طلا رو به طور کامل کنار گذاشت و از سیستم ارز فیات استفاده کرد. نتیجه این کار این بود که استاندارد طلا تو سطح جهانی از بین رفت و بقیه کشورها هم تصمیم گرفتن از پول فیات استفاده کنن. حالا اگه بخوام استاندارد طلا و ارز فیات رو با هم مقایسه بکنم، میگم استاندارد طلا امکان تبدیل اسکناس‌های کاغذی به طلا رو فراهم می‌کرد، ولی پشتوانه تمام پول‌های کاغذی این سیستم مقدار مشخصی از این فلز گرانبها بود که توسط دولت نگهداری می‌شد. توی سیستم ارزی کالامحور، دولت‌ها و بانک‌ها تنها وقتی میتونن ارز جدید وارد چرخه اقتصاد بکنن که مقدار متناسبی از طلا تو ذخایر خودشون داشته باشن. این سیستم توانایی دولت برای تولید پول و افزایش ارزش اون رو صرفاً بر اساس عوامل اقتصادی محدود میکنه. تو سیستم ارز فیات پول رو نمیشه به چیز دیگه‌ای تبدیل کرد. تو این سیستم مسئولین میتونن به صورت مستقیم روی ارزش پول تاثیر بذارن و افزایش یا کاهش قیمتش رو به شرایط اقتصادی وابسته کنن. بنابراین دولت‌ها و بانک‌های مرکزیشون اختیارات بیشتری دارن و با بکارگیری ابزارهای مختلف میتونن نسبت به شرایط و بحران‌های اقتصادی واکنش مناسب نشون بدن. طرفداران استاندارد طلا ادعا میکنن که سیستم یه ارز کالامحور به دلیل پشتوانه فیزیکی و ارزشمندش ثبات بیشتری داره، ولی طرفداران سیستم فیات میگن که قیمت طلا هرگز باثبات نبوده. نوسان و تغییر در میزان ارزش هم برای ارز کالامحور و هم برای ارز فیات اتفاق میفته، ولی در سیستم فیات دولت در شرایط اقتصادی اضطراری اختیار عمل بیشتری داره.
در اوایل تاریخ ایالات متحده پشتوانه ارز این کشور طلا و بعضی وقتا نقره بود. با تصویب لایحه اضطراری بانکداری سال 1933 دولت فدرال امکان تبدیل ارز به طلای دولتی رو از بین برد. سال 1971 هم استاندارد طلا که تا اون موقع پشتوانه ارز ایالات متحده بود به طور کامل کنار گذاشته شد و علاوه بر این ارسال طلا به کشورهای خارجی در ازای دریافت ارز آمریکا انجام میشد هم پایان یافت. از اون زمان تا حالا پشتوانه دلارهای آمریکا اعتماد کامل و اعتبار دولت ایالات متحده بود. در گذشته روی دلارها این نوشته وجود داشت که دلار پول قانونی برای پرداخت تمام بدهی‌های خصوصی و عمومی هست، ولی در خزانه‌داری ایالات متحده یا در هر شعبه از بانک فدرال رزرو امکان تبدیلش به پول مشروع یا لافولمانی وجود نداره. بنابراین میشه گفت که امروز دلارهای آمریکا لگال تندر هستند و نه لافولمانی که امکان تبدیل اون به طلا، نقره یا هر نوع کالای دیگه‌ای وجود داره. اقتصاددانها و متخصصای مالی در حمایت از ارز فیات همصدا نیستند. حامیان و مخالفان به هنگام بحث در خصوص این نوع پول به مزایا و معایبی اشاره میکنن. اگر بخوام از مزایاش بهتون بگم، کمیابی یک کالای فیزیکی مثل طلا توی فیات کارنسی دیده نمیشه و اونو محدود نمیکنه. تولید پول فیات در مقایسه با پولهای کالا محور به‌صرفه تره. ارز فیات برای مقابله با بحران‌های اقتصادی امکانات بیشتری در اختیار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی میذاره. فیات کارنسی در کشورهای مختلف جهان استفاده میشه و به خاطر همین یه ارز مناسب برای انجام معاملات بین‌المللی به حساب میاد. حالا اگه بخوام از معایبش بگم، ارزهای فیات به خاطر اینکه پشتوانه مشخصی مثل طلا ندارن میتونن به راحتی توسط دولت‌ها چاپ بشن. این امر باعث افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم میشه. تورم مدام میتونه ارزش پول کاهش بده و قدرت خرید افراد رو تحت تاثیر قرار بده. ارزهای فیات تحت کنترل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قرار دارن. سیاست‌های مالی و پولی ناپایدار میتونه به کاهش اعتماد عمومی به پول و افزایش نوسانات اقتصادی منجر بشه. در شرایط بحرانی اقتصادی یا سیاسی، ارزهای فیات ممکنه به سرعت ارزش خودشون رو از دست بدن. مثال بارز این مسئله کشورهایی هستن که با بحران‌های اقتصادی شدید مواجه شدن و ارزش پول ملیشون به طور کامل و به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کنترل کامل بر روی ارزهای فیات دارن. این کنترل متمرکز میتونه منجر به سوءاستفاده احتمالی بشه و همچنین قدرت تمرکزگرانه را در دست دولت‌ها تقویت بکنه. ارزش ارزهای فیات به شدت به وضعیت اقتصادی و سیاسی داخلی و همچنین روابط خارجی کشورها وابسته است. تغییرات در این حوزه‌ها میتونه به سرعت ارزش پول رو تحت تاثیر قرار بده. چاپ و نگهداری ارزهای فیات هزینه بره و دولت‌ها باید منابع مالی و انسانی زیادی رو برای مدیریت این فرآیند صرف کنند. پول فیات هیچ نوع ارزش ذاتی نداره. بنابراین دولت‌ها میتونن بدون پیش نیاز و محدودیت پول تولید کنن و این میتونه یه ابرتورم و فروپاشی سیستم اقتصادی رو موجب بشه. در گذشته به کارگیری سیستم‌های مبتنی بر فیات معمولاً به فروپاشی‌های اقتصادی منجر شده که نشون میده استفاده از این نوع پول خطراتی رو به همراه داره. اینجا میخوام یه مثال براتون بزنم از شکست پول فیات. اوایل دهه 2000 میلادی بانک مرکزی زیمبابوه به خاطر مشکلات اقتصادی میزان چاپ پول خودش رو به طور شگفت انگیزی افزایش داد. این کار به وقوع ابرتورم منجر شد و در سال 2008 نرخ تورم این کشور بین 230 تا 500 میلیارد درصد قرار داشت. قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کردند و شرایط اونقدر بد شده بود که مردم برای خرید خوراک ساده مجبور بودن کیسه‌های پر از پول با خودشون حمل بکنن و شرایط سختی به وجود اومده بود. در اوج بحران اقتصادی این کشور 100 تریلیون دلار زیمبابویی معادل 40 سنت از ارز کشور آمریکا بود. همونطور که متوجه شدیم پول از آغاز تمدن تا حالا نقش خیلی مهمی تو زندگی همه انسان‌ها ایفا کرده. از مبادله کالاها تو بازارهای باستانی تا تراکنش‌های میلیاردی تو دنیای مدرن. پول همیشه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تسهیل مبادلات و توسعه اقتصاد بوده. اما آینده پول چی میشه؟
با ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین، دنیای پول در آستانه تغییرات بزرگی قرار گرفته. آیا با این شرایط شاهد پایان عصر پول فیات خواهیم بود یا اینکه پول فیات همچنین به عنوان ابزار پرداخت باقی میمونه؟ اینها سوال‌هایی هستند که در آینده بهشون پاسخ میدیم. مرسی.